سلام. امیدوارم هر جا هستید حال دلتون خوب و خوش و خرم و سلامت باشه. بچه هیچی مثل سلامتی نیست. امیدوارم همیشه سلامت باشید. توی این ویدیو قصد دارم در ارتباط با دوران دبستان، پنجم دبستان و راهنمایی به بعد صحبت کنم. بچه من پنجم دبستان و تا سوم راهنمایی مدرسم یه مدرسه بوده و میخوام براتون الان از دوران پنجم دبستان صحبت کنم. بچه من پنجم دبستان بودم، یادم میاد دوره ما این شکلی بود. دانش آموزان از معلم ها خیلی کتک میخوردن و منم به خاطر درس نخوندنام بچه یکی از اون دانش آموزا بودم. من خیلی بازیگوش بودم، پر جنب و جوش بودم برای بازی کردن، برای بازیگوشی. درس نمیخوندم. تو مدرسه هر چیزی بود اونجا درسی رو خوشم میومد بچه ها توجه میکردم، خوشم نمیومد توجه نمیکردم. آها من که متوجه نمیشم چی میشه، بذار هر چی میشه بشه. و بچه ها یه روز قرار بود که انشالله این معلم آقای گشتیل هر جا هست خدا حفظش کنه و سلامت باشه. بچه دیگه من کینه‌ای ندارم چون دوره مدرسه ما این شکلی بود. بچه من از این یک بار از آقای گشتیل خیلی کتک خوردم. قرار بود بیام پای تخته و درس رو ارائه بدم، هر چیزی که خونده بودم بچه نخونده بودم. میگم که همش دنبال بازیگوشی بودم. بعد بچه ها چنان این معلم منو زد، میزد پشت کمرم، با دست اینجور میزد پشت کمرم. انشالله هر جا از سلامت باشه آقای گشتیل. بچه ها افتادم به تنگی نفسم گرفت و افتادم، بیحال شدم و بچه هم کلاسیام بچه ها منو بردن آبخوری، دست صورتمو شستن، بهم آب دادن و فکر کنم از اون روز به بعد دیگه آقای گشتیل هیچ کسی کتک نزد. بچه واقعا برای خودم الان هر چی فکر میکنم یا همون موقع هر چی فکر میکنم چرا باید یک معلم بابت درس نخوندن یک دانش آموز رو کتک بزنه؟ آیا واقعا این عقده است یا اونا هم به این روش تربیت شدن؟ چون من بعدها با یک نفر از دوستانم که همیشه باهاش مشورت میکنم این جریان رو تعریف کردم و یک جریان دیگه هم تو همون دوران راهنمایی به این شکل بود. بچه ما یه ناظمی داشتیم آقای شایزاده، امیدوارم اونم هر جا هست سلامت باشه. بچه اول صبح زمستون مثلا ما اول صبح بعد از صبحگاه میخواستیم بیایم توی کلاس، 5 دقیقه 10 دقیقه معلممون تا برسن، مثلا اگر ساعت 7:30 یا مثلا 8 فکر کنم ساعت 8 کلاس شروع میشد، بچه ها 10 دقیقه ربع ساعت مثلا طول میکشید تا معلممون بیان. ما این تایم سر صدا میکردیم، خیلی هم سر صدا میکردیم. این آقای شایزاده اسم ناظممون بود. این آقای شایزاده بچه ها یه چوبی داشت 4 تراش، به قطر فکر کنم 4 سانتی متر بود و به طول فکر کنم تقریبا 30-40 سانت بود. بچه اول صبح باید دستمون رو میگرفتیم، صبح زمستون بچه ما تو اون سرما به خاطر سر صدا کردن کتک میخوریم و یادم میاد به بعضی دانش آموزا میگفت دستاتون رو بشورید، خیسشون کنید. بچه من بعدها با یکی از دوستانم صحبت کردم در این مورد و بهش گفتم این جریانات رو. همه هم دوره های ما و بقیه مدارس هم به همین شکل بود. بچه ها جریان رو که صحبت میکردیم با دوستمون گفت که معلم های دوران ما و ناظم های دوران ما چون که در خوندنشون قبل از انقلاب بوده و قبل از انقلاب بعضی از مدارس حتی فلک میکردن دانش آموزان رو، اونا هم با این روش تربیت شدن، با این روش بزرگ شدن و اون روش ها رو با خودشون که بخش از تربیتشون بود همراه آوردن تا دوره ما و به ما رسیدن. به همین خاطر از اون روش ها استفاده میکردن. من که میگم قطعا مقداری عقده هم توش بوده، چون که قطعا شاید خودشون هم مثل ما بودن، سر صدا میکردن، بودو دنبال این بازیگوشی اینها رو داشتن و اون کتک ها رو خوردن. و چون ما
معلمای خیلی خوبی هم داشتیم. معلمایی داشتیم تعلیمات دینی، من خیلی دوستشون داشتم. معلم داشتیم، معلم پژوهشی، یعنی اونها هم کتک خوردن، با خودشون عقده‌ای شدن و اون کتک‌ها رو که توی مدرسه خوردن با خودشون آوردن تا اون سن. خیلی عجیب بود بچه‌ها. من میگم که کتک خوردم، افتادم به تنگی نفس و اون بنده خدا خیلی ترسید. معلم آقای گشتی فکر کرد که من الان میرم به پدر مادرم میگم. نمیدونست که پدر مادرم این کتک خوردن رو بخشی از مدرسه میدونن و بخشی از نظام آموزشی میدونستن. اون بندگان خدا خودشون هم بلد نبودن که هیچ معلمی حق نداره دانش آموز رو به این شکل تنبیه کنه بابت درس نخوندن. و پدر مادرم هم دلشون تقریبا خون بود از درس خوندن. ما میگم که بچه من شب امتحانی بودم، شب امتحان درس میخوندم. و یادم میاد بچه توی همین کلاس همین آقای گشتی از یکی از دانش آموزات پرسید که نام پیامبر اسلام چیه و اون بنده خدا موند، نمیدونست نام مادر حضرت محمد چیه. ازش پرسید. بچه من یه حرکت انجام دادم و بهم گفت نخند و به اون دانش آموز گفت نام مادر پیامبر خودت هم نمیدونی چیه؟ و من یه لحظه به بغل دستیم گفتم اسمش چیه؟ مادر حضرت محمد. یعنی خودم هم نمیدونستم و به اون دوستم خندیدم. چون ببین چه فاجعه ای بود. این نگاه تربیتی یک فاجعه است بچه ها. تو خودت نمیدونی، بعد به هم کلاسیت میخندی، پوزخند میزنی. خودم میگم چه جور تربیتی بود این بچه ها. به این با کتک مثلا میشد آخه با کتک یه چیزی رو تو ذهن دانش آموز فرو کرد. بچه از درس هایی که توی دوره مدرسه خیلی خوشم اومد و خیلی بدم میومد بگم. اول اونایی که بدم میومد بچه، من از عربی به شدت بدم میومد و زبان انگلیسی و ریاضی. ریاضی معلم های بدی نداشتیم بچه ها، ولی عربی و زبان انگلیسی معلم های بدی داشتیم. معلم های بد از لحاظ اخلاقی میگم. یادم میاد آقای میرزایی خیلی آدم تندی بود و کشیده خودم ازش، چه که بدی خودم ازش توی کلاس، فقط با خاطر اینکه فکر کنم خندیدم، نه با صدای بلند بچه ها، یعنی پوزخند زدم. آقای یگانه معلم بدی نبود، ولی خب اونم بعضی وقتا چیزایی داشت. اما عربی بچه ها، عربی هیچ وقت خوشم نیامد ازش، با وجود اینکه بچه ها بیشتر دوستای من عرب بودن و بیشتر همسایه همون عرب بودن توی محله‌ای که ما بودیم. و بچه یه روز آقای ابو علی معلم عربی من رو آورد پای تخته و خواستم درس ارائه بدم. خوندم متنی رو و میخواستم ترجمه کنم. به یه جمله رسیدم که توی اون جمله 2 کلمه داشت: امی حبیبی، عموی عزیزم. داستانی رو داشتم میخوندم و بچه به من گفت اینو ترجمهش کن برام ببینم چی میشه. گفتم عمو حبیب. گفت برو بشین. زد روی شونه من. بچه واقعا خندم گرفت. میشد عموی عزیزم. بچه شاید ابو علی مثلا حق داشت، پیش خودش فکر میکرد که شخصی مثل من، با وجود این که همکلاسیان بیشترشون عرب بودن، همسایه‌مون عرب بودن و خیلی از دوستانم عرب بودن، چرا من نباید بفهمم که امی حبیبی نمیشه عمو حبیب، میشه عموی عزیزم؟ و چرا من باید ترجمهش کنم عمو حبیب؟ این واقعا شاید حق داشت آقای ابو علی که اونجوری منو بهم گفت گم شما رو بشین عمو حبیب، گم شما رو بشین و زد پشت شونه من. ببینید بچه ها،
منی که بیشتر دوستانم، همکلاسیام، همسایه‌مون عرب بودن، توی این جمله میموندم. من بچه الان همسرم عربه و الان بچه زبان انگلیسی خوب نیست، ولی خودم گلیم خودم رو میتونم از آب بکشم بیرون. یعنی نه با یک شخص، از توی تلویزیون میتونم متوجه بشم تلویزیون اخبار داره در چه مورد صحبت میکنه، در مورد چه موضوعی صحبت میکنه و اون اشخاص کی هستند و حتی عربی اخبار رو متوجه میشم، اخبار کشورهای حاشیه خلیج فارس رو. بعضی وقتا خانمم به میگه متوجه میشی و براش میخونم که داره در این مورد صحبت میکنه، این موضوع اینه و اینو گفت، الان زیرنویس اینه. میگه خب بلدی؟ میگم فکر کنم از بس که اخبار نگاه کردم و فیلم نگاه کردم، شبکه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی نگاه میکردم بچه از دوران مدرسه راهنمایی به بعد، دوره مدرسه به بعد. و اما بچه ها، درسایی رو که خیلی دوست داشتم تعلیمات دینی بود، تعلیمات اجتماعی بود، مدنی بود، علوم بود و تاریخ. بچه ها تاریخ هم همیشه 19-20، بچه ها تاریخ هم همیشه 19-20 چون عاشقش بودم. فارسیم همیشه 19-20 بچه ها. روخونی قرآن هم خیلی خوب بود، نمرم بالا بود همیشه. و ترجمه قرآن خیلی دوست داشتم این درس ها رو. شاید بچه به خاطر اینکه معلم هاشون واقعا خوش اخلاق بودن و خوش برخورد بودن با ما. چون میگم شاید بتونم بگم از این برداشت کنم که من بچه خیلی محبتی بودم. یعنی که محبت یک معلم تو دلم می نشست بچه اون درسشو عالی بودم. شاید به خاطر این بود. یادم یه وقت درس عربی به جز این آقای ابوعلی معلم خوش اخلاق نداشتیم دیگه، به جز این آقای ابوعلی. و بچه آشنایی و شناخت من از اهل بیت و نماز خوندنم و قرآن خوندنم از همین دوره مدرسه شروع شد، همین دوران راهنمایی شروع شد. یک معلم پرورش داشتیم اسم آقای بهبهانی اسلامی، انشالله هر جا سلامت باشه. معلم خوش اخلاقی بود. بچه از این دوره من شروع کردم به نماز خوندن و بچه ها بهتون بگم انشالله تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم، خیلی جالب داستان نماز خوندن من بچه ها، اصلا خیلی خنده داره و فاجعه است که چجوری برای چه شکل نماز میخوندم. انشالله بچه به امید خدا بچه ها تو ویدیوهای بعدی در این ارتباط باتون صحبت میکنم و بهتون میگم که نماز خوندنم به چه شکل بود. تقریبا که نه بچه ها، مسابقه بود بین رکوع و سجده من، بین قیام من، رکوع من و سجده من مسابقه بود با خودم. بهتون میگم انشالله به امید خدا. بچه ها خیلی دوست دارم کامنت بذارید، تعامل داشته باشیم با هم دیگه و من 2 تا چیز از شما یاد بگیرم و اگر تونستم یه چیزی به شما یاد بدم، انتقال بدم بهتون از سرگذشتم، از خاطراتم. و چون که بچه‌ها ما اگر خودمون رو نتونیم اصلاح کنیم متاسفانه جامعه بسیار بدی خواهیم داشت. چون که ما به عنوان یک خانواده جامعه رو تشکیل میدیم و اگر نتونیم خودمون رو اصلاح کنیم، روش تربیتیمون رو اصلاح کنیم، متاسفانه جامعه خیلی بدی خواهیم داشت. و بهتون میگم من به عنوان یک شخص ازدواج کردم، بچه دار شدم و در آینده بچم بزرگ میشه، قرار اون رو تربیتش کنم، خیلی چیزها بهش یاد بدم. و میبینید که بچه ها خودم به چه شکل و به چه روش بزرگ شدم. توی درس حواس پرتی، بیرون حواس پرتی، بازی گوشی، به این شکل من بزرگ شدم. بچه ها خاطراتمون رو با هم دیگه تعامل داشته باشیم و به اشتراک بذاریم، کامنت بذارید و نظرتون رو در مورد با این ویدیو بگید. خاطراتی اگه دارید در این مورد میتونم کمکتون کنم، قطعا میتونید کمکم کنید در ارتباط با ویدیوها و کامنت هایی که میذارید. من 2 تا چیز از شما یاد بگیرم انشالله با امید خدا.
بچه‌ها هر جا هستید خوب و خوش و خورم و سلامت باشید. همیشه انشالله که سلامت باشید. هیچی مثل سلامتی و آرامش ذهن و فکر نیست بچه‌ها. خدا نگهدارتون.